دیدین زنها توی ایران گرگ شدن و نقشه میریزن تا اموال شوهر رو به نام خودشون بکنن و طلاق بگیرن و برن دنبال یک زندگی دیگه. آیا درسته؟ زنها در جامعه خاورمیانه شرقی و مخصوصا ایران هیچ وقت حق و حقوقی نداشتن. از پوشش بگیر تا بیرون رفتن از خونه فامیل رفتن، تا غذا درست کردن، نوع غذایی که بعد درست میکرده، همه چیز باید تحت کنترل دیگران میبوده، یا پدر و مادر و بعدش هم همسر. شما وقتی در تنگنا قرار میگیری چندین نسل و آرام آرام مغزت یاد میگیره که من باید دنبال راه حل باشم و این راه حل ها ممکنه که در طولانی مدت به ضرر خودش، بچه‌هاش و جامعه و اطرافیانش باشه، ولی این در واقع فیدبکیه که از جهان پیرامونش گرفته و مغزش یاد گرفته که خب این راه حل ها ظاهرا کار میده و چرا که نه، در تقویت هم میشه، باید انجامش بدم و تکرار میشه. ما زمانی که به پارتنرمون به عنوان موجودی پرفکت نگاه میکنیم که تماما با تمام وجود عاشق ما هستن و عاشق خواهند موند به هر ترتیبی، خب اینجوری میشه که انسان سرش کلاه میره، خیلی عامیانه.